یعنی برادر مومن تا هر جایی که دیدی سلام بده، برادر مسلمان تا هر جایی دیدی سلام بده، با حرفهای دنیا و با حرفهای بسیار کوچک کوچک روی از برادر مسلمانت نگردان، روی از برادر مسلمانت نگردان، از برادر مسلمانت روی گردان نشو. سر یگان چیز جنجال کردیم، سر یگان چیز قط یک برادر مسلمانی خود قهر بودیم، یک وقت غصه بودیم، یک وقت غضب بودیم، با یک دیگر مثلا ارتباطات ما یگان و خراب شد، خلیکن سلام قطع نکنین. وقتی که ملاقات کردی سلام بیتی، هر چقدر که با امرایش تو در ارتباط زندگیت مشکلات داشتی سلام اعلان کنی، چون اینمی سلام سبب میشه که آیستا آیستا ارتباطات شما پس دوباره با هم قایم میشه. اینمی سلام در بینتان اینمی سبب و وسیله میشه. پس میگه مومن را دیدی برادرت را سلام بیتی سلام. و دوم ایکی و اذا دعاک فهجبه، وقتی که تو را به یک مهمانی و یا به یک دعوت کرد، دعوت از او را قبول کن. وقتی تو را دعوت کرد، دعوت از او را قبول کن. دعوت مهمانی یا دعوت برادر مسلمان را قبول کردن یم حق مسلمان بالای مسلمان. و سوم و اذا استنصحك فانصح له، وقتی از تو طلب نصیحت کرد، تو برش نصیحت بکو. مراد مشوره کردن. از تو یک برادری مسلمانت مشوره طلب میکنه در یک کار که دمی کار را اگر ما انجام بیتم سرانجام یزی چی رقم میشه، چون تو تجربه داری، میدانی، همی کار را انجام دادی. در ارتباط تجارت از تو مشوره طلب میکنه، در ارتباط دنیا مشوره طلب میکنه، همی کار را بکنم تو صاحب یگان و همی کار را کردی، مهارت داری، تجربه داری، آیا امی کدام مفاد دنیوی داره، کدام فایده داره، امی تو یک مشوره از پیش طلب میکنه. پس چی میگه رسول گرامی؟ فانصح له، مشوره برش بیته، مشوره های نیک برش بیته، مشوره های خوب برش بیته، مشوره های درست برش بیته. چون که برادر مسلمانی است، تو را امین قرار داده، امین یعنی تو را امانت دار قرار داده، از تو مشوره گرفته. پس وقتی که از تو مشوره میگیره، تو مشوره خوب برش بیته. الله متعال رحم کنه دیگه. خداوند متعال کسی را برای کسی محتاج نسازه، مسابق مردم گفته بود که از یک مومن مشوره طلب کنی، صحیح مشوره برات نمیده. بگی که همی کار فلانی را بکنم چی توست، ببینه که کمی مفادی ازی است، میگه قربانی را نکو دیگه شو بکو، از او کده پیش رفته او را میکنه، چون که مفادی ازوست. همی فلانی موتر یا فلانی چرا بخارم چی تو مفادش چرا رقم صاحب خوب است نیست، نه او روان پشتش نگردو، یک فایده نداره. یی از می جای که می خطا شد، از او کده پیش رفته و تجارت خودش میکنه. چرا؟ چون که دو فایده ازی است. فلانی زمین را بخارم، فلانی چیز را بفروشم چی توست، آیا مفادش هست نیست، دید که 1% مفاد خودش بود، این برادر مسلمان خود مفادش او طرف میکنه. عالی مشوره خواسته که درست مشوره نمید. سیکن تای اندازه را عقیده ها، تای اندازه را باورها در بین مسلمانای ما شما چقدر ضعیف شده. یعنی مومن قطع مومن، مسلمان قطع مسلمان اینمی کار میکنه، کسی دیگه نمیکنه. مسلمان امرای مسلمان میکنه. از یک مسلمان مشوره نیک طلب کنی، ولی مشوره خواست تو پیسه نمیخوای، مشوره خواستن خواست تو کدام چیزت مصرف نمیشه. بیته به برادر مسلمان تک مشوره نیک بیته، چون که در این کار تو تجربه داری، میدانی، میفهمی، در کار زراعت تجربه داری، در زمینداری تجربه داری، در خرید و فروش دکانداری تجربه داری، نظر به تجربه های تو کاری کردی که میدانی نقص و ضرر در این چقدر هست، فایده داره نداره، ضررش چقدر است، اینمی فایده. یا یک کار ضرر داره، یه از برادر مسلمانش مشوره میخواه امی کار چی کنم، این خوب میفهمه که ضرر داره، بکو میگه بکو، باز پشترش میگه صف دمه چی فقط از جیب ما خو نمیره. چی شد؟ رسول گرامی میگه که و اذا استنصحك فانصح له، همی برادرت از تو مشوره یا نصیحت طلب کرد، تو در حقش نصیحت خیر بکو، مشوره خیر برش بیته. با مشوره خیر دادن هم در تو اجر است، هم بریزو یک مفاد است، دیدی تو ضرر نمیرسه. اگه او کار او کرد کاری خیر، دو او کار مفاد کرد، مفاد دنیای شد، رزق و روزی حلال پیدا کرد، تو سبب شدی، ثواب الله به تو هم میته، اجرش الله به تو هم میته، چون که تو به برادر مسلمان یک مشوره خیر داری، یک مشوره خوب داری. چهارم و اذا عطس فحمد الله،